مراسم عروسی دست جمعی نزدیک به 80 زوج جوان از ولایت‌های غزنی، بامیان و دایکنڈی در شهرک نوآباد شهر غزنی برگزار شد. برگزار کنندگان این مراسم میگویند هدف از راه‌اندازی چنین برنامه‌های ترویج فرهنگ کم هزینه، کاهش مصارف گزاف و فراهمسازی زمینه ازدواج آسان برای جوانان می باشد. جوانان عزیز ما متوجه شدند که اسراف و تبذیر حرام است. با اینمی رقم مراسم ها موافقه کردند که این دفعه 80 تا زوج برای ما ثبت نام کرده بودند، ولی بعضیایش متاسفانه مثلا از مالستان رسید نتونستند چون از دوستایشان یک دو سه بچه غرق شد. همچنین از خواجه عمری، از ولایت بامیان، دایکنڈی، شهرستان، خود غزنی، از ولایات مختلفه و از ولسوالی های مختلف. شماره از زوجهای جوان و اشتراک کنندگان تاکید میکنند که این گونه برنامه ها نه تنها به کاهش مصارف غیر ضروری کمک می کند، بلکه می تواند فرهنگ ازدواج آسان را در جامعه نهادینه سازد. متاسفانه رسم و رواج‌های غلطی که جامعه ما و شما فعلا حاکم است و یک سری مشکلات را قطعا ایجاد میکنه برای کسانی که میخواه ازدواج کنه و واقعا قابل تقدیر است کسایی که تلاش میکنن برای آسانسازی ازدواج و برگزاری چنین محافل مثل جناب آقای معتمدی. یا متاسفانه رسم و رواج‌های غلطی که ما و شما داریم خب ازدواج مشکل میسازه، ولی خب باید رسم و رواج‌های غلط مبارزه شود. خیلی مشکلات زیاد دیگه، مثلا مصرف های ناقص دیگه. اگر آدم بخواد چیزا مصرف های چیز نکنه خیلی طول میکشه تا این چیزا را آماده کنه، اما این یک مصرف خیلی کم بود و بهترین چیزی که هست که دیدم اشتراک کردم. شایان ذکر است که در سالهای اخیر افزایش هزینه‌های ازدواج به یکی از چالش‌های عمده فراراه جوانان تبدیل شده است. برگزار کنندگان این مراسم باور دارند که عروسی‌های دست جمعی می‌تواند گام مؤثر در کاهش این هزینه‌ها و مبارزه با فرهنگ‌های ناپسند اجتماعی باشد.